اون اولین بار بود رفته بودم جبهه، تقریبا آخرای فروردین بود. ما آب خوردنمون هم آب هور بود، کرما رو ما میستادیم تهنشین میشد میخوردن. هوام گرم شده بود. من یه بچه 14 ساله، شرایط سختی بود. من بیمار شدم، مریض شدم. اون شب اومدن جیره دادن، آی جاتون خالی. یکی یه دونه هم کمپوت گیلاس، جعبه مهمات‌ها رو هم پر یخ کردن، این کمپوت گیلاس‌ها رو هم ریختن تو یخ. بعد از این همه مدت هیچی نخوردن. عجب. نصف شب بلند شده بودن، داشتن دیگه آماده میشدن میپوشیدن. منم یه گوشه افتاده بودم، یه ملافه هم بود ولی میشنیدم. یعنی آروم آروم حرف میزدن. علی اصغر گفت برادرها این حبیب مریضه. رفتم تدارکات، گفتم یه دونه بیشتر سهمیه نبوده، چیزی اضافه نیومده، براش یکی دوتا کمپوت بگیرم. اگه ممکنه یکی دوتا از برادرها کمپوتشون رو بذارم برای حبیب فردا. من تو چادر تنها مونده بودم. فرداش بیدار شدم، اینجا نیمخیز رفتم در جعبه مهمات رو باز کردم. بعد خیلی گریه کردم. 48 تا کمپوت تو 48 تا کمپوت تو یه نفر دست نزده بود. هر کی فکر کرده بود فقط خودش برنداشته.